یکی از قانونایی که توی امریکا هست و همیشه موافقا و مخالفای زیادی داره قانون آزادی اسلحه است. خب به نظر من اگه به درستی استفاده بشه هیچ ضرری هم نداره و دست آدمای درستش بیفته. خب اگه یه ذره کنترل روی اسلحه خریدن بیشتر بشه و دست آدمای اشتباه نیفته هیچ آسیبی هم به کسی نخواهد زد و تفریح خیلی سالمی هم هست که اینجا توی امریکا خیلی ها باش حال میکنن و لذت میبرن. با هم دیگه چند تا اسلحه اینجا داریم میبینیم و به زودی با هم میریم بیرون برای تیراندازی تا بهتون یه کوچولو بیشتر نشون بدیم اسلحه رو.